چند میشه؟ بنویس. میشه 4. چهار. حالا 3 ضرب در 3 بنویس. خب 3 ضرب در 3 چند شد؟ میشه 6. 6 میشه؟ 6 نمیشه که. 3 تا 9 تا. 9 تا. آره. حالا بنویس 3 ضرب در 4. خب چند شد؟ 3 ضرب در 4. خب نگاه میکنم چی شد؟ من میگم 3 ضرب در 4 چند میشه؟ میشه 12. آره میشه 3 4 تا 3 4 تا چرا نداره که 3 تا 4 میشه 12. داره 3 ضرب در 4 بابا 3 ضرب در 4 میشه 12. حالا تو بگو نوشتی حساب کردی؟ دیدی شد 12. آره 12 شد. آفرین. خب 2 ضرب در 3 2 ضرب در 3 نوشتی؟ خب 2 ضرب در 3 چند شد؟ چند؟ 1 نمیشه. میشه 2 3 تا